23 که ما میخوانیم درباره یک مسلمان است، یک شخصی که واقعا اسلام قبول کرده باشه و یک شخص چه قسم میتونه که یک شخص موفق و شخصی که مسلم یا مسلمان واقعی باشه. درست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی کامیاب میگردد که اسلام را قبول کرده باشد و برایش به اندازه کفایتش رزق داده شده باشد و خداوند جل جلاله او را بر رزقش قناعت داده باشد. خب اینا دیگه سه چیز هست. خب در دنیا میگه کسی کامیاب شده میتونه که او اولین شرطش است که اسلام قبول کنه. اگر کسی میخواد که در دنیا و آخرت موفق و کامیاب باشه، اسلام باید قبول کنه و بر تمام اوامر و کارهای خداوند گردن بمانه و او را قناعت و قبول کنه. درست است؟ دوم، به اندازه ضرورتش خداوند برای از او رزق داده باشه، به اندازه ضرورتش، نه زیاد نه کم، فقط اما قدر باشه که رزق روزگار خود پیش ببره. اینا به اندازه کفایت میگن. اندازه کفایت ایمانا که نه گشنا بمانه و نه اسراف کنه. اسراف به ایمانا که الخرچی به جای مصرف کردن ضایعات. درست است؟